ki burası inan çok soğuk. Susmayı öğrendi yazık içimdeki çocuk. Yüzümü kime dönüp gülsem buradan da soğuk. Kalbimin yerini aldı kocaman bir oyuk. Ah, geri gelse de bir görse babam. Kırgın çiçeklere dönmüş hayat, her şey tamam. عزیزم فردا پروازت ساعت چنده؟ آها خوبه، پس شب برای شام میرسی. هیچی، با دخترم نشستیم. نه، سرکان با دوستاش رفتن سینما. باشه عزیزم باشه. میبینمت، خداحافظ. بابات فردا شب میاد. خوبه. وای مامان، جمره هرسمو در میاره. هی میگه بابام اینو خرید، بابام اونو خرید. جاکتی که تو برام نخریدی و به عنوان لباس کهنه داده به پرورشگاه. مامان الان فرق من با اون بچه‌ها چیه؟ دخترم این چه حرفیه میزنی؟ خدا رو شکر پدر مادر داری عزیزم. چطور میتونی خودتو با اون بچه ها مقایسه کنی؟ ولی ما به اندازه جمره اینا پولدار نیستیم. خب اگه از جمره خوشت نمیاد میتونی باهاش رفت و آمد نکنی. مامان میخوای با پایین تر از خودم بپرم؟ راستی امروز سرکان کتابای یه دختره که داشت از پرورشگاه میرفت بیرون و از رو زمین جمع کرد. برای چی؟ درسته، من همیشه بهتون میگم با نزاکت باشین و به مردم کمک کنین، ولی اینجوریش دیگه زیادیه. ببین دافنه، من اصلا دوست ندارم با اون بچه ها صمیمی بشین. هر کسی با مثل خودش. مامان برای چی سر من داد میزنی؟ برو به پسرت بگو. جواب بده. الو. بله خونه است. مامان از اداره پلیس زنگ میزنن. چی؟ بله مامان جون. خوبم، تو چطوری؟ بابا چطوره؟ نه خوبم، فقط یکم خستم. وداد اونم خوبه سلام میرسونه. ممنون، منم میبوسمتون. به بابا سلام برسون. وقت وصل کردن گازو نداشتیم، همسایه بالاییتون. جانم خاله هدیه،
خیر باشه، چیزی شده؟ کیو بردن کلانتری؟ چرا؟ بفرمایید. سرکان اینجاست. چی شده؟ چرا بازداشتش کردی؟ لطفاً آروم باشین سرکار خانم. بفرمایید. سلیم خان چی شده؟ تو پارک دعواشون شده، با دخترای تو بهزیستی دعواشون شده. سرکان هیچ وقت همچین کاری نمیکنه. حتما اون دخترها شروع کردن. قربان، سرکان تو خونواده بزرگ شده، اون پسر مؤدبیه. در اصل اونا از دخترها شکایت کردن. بفرمایید بشینید تا همه چیز مشخص بشه. خواهش میکنم بفرمایید بشینید. گنه چرا ما رو با اینا درگیر کردی؟ پسر من نمیدونستم اینا چه جور دخترایی هن. خواستیم آدم حسابشون کنیم، بهشون سلام کردیم، ببین چه بلایی سرمون اومد. تو چی داری میگی؟ ها؟ خودت میفهمی که چی داری میگی؟ میکشمت عوضی، میکشمت. ساکت! مگه اینجا مدرسه است؟ شما پدر مادر ندارین این وقت شب تو خیابونا ول میچرخین؟ سرکار اینا ندارن، اینا یتیمن. به خدا ما بچهای خیلی خوبی هستیم، خانواده داریم. گره من همه چی رو میگم، این کار خیلی بده. به هیچ وجه دیوونه شدی؟ اگه همچین چیزی به گوش کسی برسه از مدرسه اخراج میشیم، خانواده همون پدرمون رو در میارن، زندگیمون سیاه میشه. اون دختر گناه نداره؟ دخترها؟ تو از اون دختر خوشت اومده نه؟ اسمش چی بود؟ ایلول. تو از ایلول خوشت اومده. قرار نیست برای اینکه شوالیه بازی دراری تا دل دختره رو به دست بیاری همه ما رو بدبخت کنی. سرکان اگه به کسی چیزی بگی به همه میگم همه چی رو تو برنامه ریزی کردی. به همه میگیم. گرفتی که چی میخوام بگم؟ گرفتم. این آدم سر جامون نشسته بودیم، برای چی اومدیم بیرون؟ اگه نریمان خانم بفهمه بیچاره‌مون میکنه. نترس، الان دیگه حتما شنیده. اگه سر و صدا نمی کردین اینطوری نمیشد. این آدم برمیگشتیم خوابگاه. حالا که شده میخواستی سر و صدا نکنیم به جاش بریم؟ لعنت بر شیطون. دختر تو چت شده؟ رسما این برق گرفته ها شدی. من تا 2 روز پیش خواهرم رو میخوابوندم. چرا زندگیم اینطوری شد؟ وای این حواسش نیست. فهمیدم قربان، الان آزادشون میکنم. الهی شکر بیگناهیمون ثابت شد، الان آزادمون میکنن. ما رو آزاد کنین، ما بیگناهیم. یعنی یه نفر نیست که حرف ما رو باور کنه. لعنتی، این چه زندگیه؟ توفه این عدالت. بیا اومدن قربان، بیارشون تو. چطور تونستی همچین کاری بکنی سرکان؟ مامان من همه چی رو توضیح میدم. هیچی نگو، با بدبختی آزادتون کردم. دیگه چی داری بگی؟ فعلا آزاد شدین ولی موضوع هنوز حل نشده. دخترها هم شکایت کردن. چه شکایتی قربان؟ واقعا مسخره است. سرکار فکر کنم شما متوجه نشدین. این دخترها توی پرورشگاه دولتی زندگی میکنن، یعنی نه مادر بالا